سلام و درود خدمت همه شما همراهان خوبمان که از چینل زیبای نیمروز میدیا ما را بیننده هستید. همانطور که بیننده تصاویر هستید، ما در عروسی دست جمعی 40 زوج که از سوی بنیاد خیریه ابیب زاده در ولایت نیمروز برگزار شده حضور داریم. تا اخیر گزارش با ما همراه باشید. همراهان عزیز، همانطور که بیننده هستید برای هر زوج 63 قلم جایزه خانه‌داری داده شده که از آن جمله میتوان یادآوری کرد که انواع و اقسام دیگه هست اینجا: کلبند، مواد خوراکه، آرد، برنج، روغن، ظرف و ظروف، کاملا تمام او اشیایی که برای یک خانه ضرورت است از سوی این بنیاد برای هر زوج در نظر گرفته شده. الله عزوجل در جان و مال این خیر و برکت بیاندازد و همچنان از الله متعال خواهانیم که برای تمام خیرین ما توفیق بدهد که همچون مراسم های بزرگی را برای مردم رنج دیده و کم بضاحت کمک نمایند. ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على رگم پیغام احمد میداد، رگم پیغام احمد میداد، سینه هم بوی محمد میداد. من سخن گویم ولی من نیستم، من سخن گویم ولی من نیستم، این منم یا او ندانم کیستم. بنده عبدالرحیم رسولی به عنوان مجری زبان دری با همکارانم در خدمت شما خوبان هستیم. او په هم قدم کې غواړم د حبیب زاده خیریه بنسټ په ځانګړې توګه حاجي صاحب ناصر حبیب زاده څخه له زړه د کومې مننه kurta payda ey khuda raksh, kurta payda ey jahana rakshati paakin rawa, kurta payda ey jahana rakshati paakin rawa, shafi ruchi jazahu ummatani yaware, shafi ruchi jazahu ummatani yaware. الله سبحانه و تعالی در کلام زیبایش می‌فرماید از نشانه‌های قدرت و عظمت الله سبحانه و تعالی در کائنات و در روی زمین این است که شما را از وجود خود شما زن‌های آفریده است لتسکنوا الیها، که از طریق این زن‌ها شما آرام بگیرید. یعنی زن باعث سکون، سکینه، آرام بخش، تسکین دهنده درد دل مرد اشترا بگیرد. تشکر ویژه داریم خدمت جناب حاجی صاحب عبدالناصر عزیز، بنده به نمایندگی از جناب حاجی مولی صاحب نجم الدین صدیقی مدیریت محترم مدرسه سید ناصیه تشکر ویژه دارم خدمت حاجی عبدالناصر حبیب زاده و همچنان دستاندرکارانی که چند روز متوالی شاید خوابم نداشتن، نان درست هم نخوردن تا اجندا این برنامه را ترتیب بدهند و ما علینا الا البلاغ المبین. I am Mustafa Rahimi, son of Haji Abdul Zahir Rahimi, one of the representatives that I came here to speak in English, and welcome to all of you. Welcome to this beautiful history. I hope many towards the end of this beautiful history and enjoy from this beautiful history. Fortunately, 14 couples are getting married today. It's very beautiful. It's very good news, and congratulations for them. And I hope have a good life and enjoy from their life with their wife and grow all together. And now I want to be grateful from Mr. Nasser Habib Zada because he made this beautiful essay for the young people and brought the two couples together. Thanks a lot, and Allah give blessing for him for his wealth and life. And for all businessmen, I want to say that they have to hold church in videos 2 or 3 times a
the last 1 second I want to say congratulations. Thanks for attention. پمچو د وحدت بگران وطن آباد او پمثل د جنت بگران وطن آباد او چې ټول لاس پکار شو او را بډ و لاسونه